ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله. الله میگه لعنتی الله به تو عالمایی که حق پنهان میکنه. دیگه در این وقت اگه حق میگی نگویی در آتش میری، بگویی دیگه نمیمانم. میگه چرا حق گفتی؟ حالا نگوی. مرا میگه تو 24 ساعت حق میگی، گفتم خیلی چی نمیشه که 12 ساعت حق 12 ساعت باطل بگویم. بله من 24 ساعت باید حق بگویم. من باز گفت که چوب کرد و همیشه حق میگی. گفتم خیلی چی بگویم؟ ناق بگویم. ناق بگویم. و چوب کرد میگه نه ناق هم نگویم و حق هم نگویم ناق هم نگویم. چی بگویم که یا حق یا ناق؟ دیگه خود چیزی حق که گفتی چی میکنه؟ تاپیت میکنه، با یک گروپ ارتباطت میکنه. یعنی یقین کنیم که ما که هیچ گروپ ظالم بیدین والله ارتباط نداره. هیچ گروپی که ظالم باشه، دشمن انسانیت باشه، دشمن اسلام باشه، والله نداره. ولی این مردم ما را تا او که دو کتی یک آدم میچسبانه. تو از اینی گروپ هستی؟ میگم نیستیم ما. نه هستی. ما چی میگم؟ دعا را قبول نداره. استغفر الله. دعا را قبول نکنم کافر میشم. دعا خدا قرآن است. وقتا پی کفر سر مزد. دعا را میگم بکو و طریقه رسول الله صلی الله علیه و بکو. که دعا کده پیمانسان واضح است. حتی در عبادات قیاس نمیشه. خواهیم مردم بگویم آل دمی دعا تو دست بالا میکنی یا نیا؟ دمی نماز که میخوانی اهدنا الصراط المستقیم همی دعا است یا نیا؟ خیلی دمی که رسیدی بگی دست بالا که کلگی بگوی اهدنا الصراط المستقیم بالا چرا نمیکنی؟ بگو چرا نمیکنی؟ اهدنا الصراط المستقیم دعا است یا نیا؟ در آخر اتحیات که اللهم ربنا آتنا میگی اللهم ربنا می دعا است یا نیا؟ چرا دستت در آخر بالا نمیکنی؟ با سلام در بیتیشی چرا نمیکنی؟ بخاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم دینمی مکان دست خود بالا نکرده. اگر که دعا است چطور است می دلیل؟ قوی است. یه دعا را قبول نداره. کدام دعا؟ مولوی سینی فلانی او میگه دعا را قبول نداره. حال رسول الله صلی الله علیه و بعد از فرض بیعت اجتماعی تو دعا نکرده که خلاصی قرضدارا، بخشش مردگان. ما چطور چنان 3 دفعه، یک دفعه که دعا کرد با میگه باید دعا کنیم، با میگه باید دعا کنیم. یک نفر اینجا کار داره دعا مستحب است تا فرضش کرده. پیامبر بعد از فرض حیات اجتماعی دعا نکرده. اگر ما بکنیم پیامبر باید میگه از چیزای نو در دین وجدار بدعت است. یعنی یقین کنین در دنیا وابی پنجابی است، وابی نیست ها. من ندیدم. گشتم گفتن در عربستان، رفتم عربستان پرسان کردم گفتن این مردم وابی، گفتم شما وابی هستین؟ گفت نه. تو خیلی کی میگه شما را؟ مردم میگه. گفت ما قسم خوردم ما حق با باطل یک جای نکنین. با تاویلات امروز حق گرد میکنن با تاویلات باطل، نه چیزایی میگن. سعی کنیم کتابا را پر است خب تاویلات باطل. اگر بگوین که دعای بعد از سنت بیعت اجتماعی ثابت نیست، میگه قرآن میگه وقال ربکم ادعونی، دعا بخواه نگفته در کدام وقت، هر وقت بخواه نگفته، جماعت به جمع هر وقت میگه کلش. باز یکم تا میگه سعی کنید قرآن مطلق گفته او عبادت که از همه چیزش مختص است، جایش مکانش همه چیزش در عبادات که است. والاصل فی العبادت الحظر والمنع. علما میگن نصوص عبادت نکن، اصل در عبادت است که نکنی الا ما ثبت بدلیل، مگر که به دلیل ثابت باشه که رسول الله این کار کرد این کار کرد. یا چی میکنن؟ اینا ادعونی ادعو ربکم. با چی میگن؟ دعا را قبول نداره. استغفر الله. دعا را قبول نکنم کافر میشم. دعا خدا قرآن است. وقتا پی کفر سر مزد. دعا را میگم بکو و طریقه رسول الله صلی الله علیه و بکو. که دعا کده پیمانسان واضح است. حتی در عبادات قیاس نمیشه. خواهیم مردم بگویم آل دمی دعا تو دست بالا میکنی یا نیا؟ دمی نماز که میخوانی اهدنا الصراط المستقیم همی دعا است یا نیا؟ خیلی دمی که رسیدی بگی دست بالا که کلگی بگوی اهدنا الصراط المستقیم بالا چرا نمیکنی؟ بگو چرا نمیکنی؟ اهدنا الصراط المستقیم دعا است یا نیا؟ در آخر اتحیات که اللهم ربنا آتنا میگی اللهم ربنا می دعا است یا نیا؟ چرا دستت در آخر بالا نمیکنی؟ با سلام در بیتیسی چرا نمیکنی؟ بخاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم دینمی مکان دست خود بالا نکرده. اگر که دعا است چطور است می دلیل؟ قوی است یا نه؟ حالا این مردم ها ببینی از پیش خود نه
چیزایی فیصله میکنن، چیزایی میگن تاپکو را تاپکوی را تاپکو، میگه دعا را قبول نداره. کدام دعا؟ مولوی سینی فلانی او میگه دعا را قبول نداره. حال رسول الله صلی بعد از فرض بیعت اجتماعی تو دعا نکرده که خلاصی قرضدارا، بخشش مردگان، ما چطور چنان 3 دفعه، 1 دفعه که دعا کرد با میگه با دعا کن، با میگه با دعا کنیم. 1 نفر اینجا کار داره، دعا مستحب است تا فرضش کرده. پیامبر صلی بعد از فرض حیات اجتماعی دعا نکرده. اگر ما بکنیم پیامبر صلی باید میگه از چیزای نو در دین وجدار بدعت است. اینجا گری سفید آمده بود، ما بعد از فرض ذکر میکنیم، پیامبر صلی این کار کرده در کلکای خود. سبحان الله. چی میگه این مولا؟ میگه که کلکای خود ساتیری داره. توبه استغفر الله را ما الله، سبحان الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر میگم، این میگه ساتیری داره. چرا دعا نمیکنه؟ الو بای دعا نمیکنه؟ میگه فهمیدی غالمغال انداخته، چرا دعا نمیکنه؟ و بعد وقت اینجا دعا خود ثابت نیست. نه این مولا وابی نیست. ما گفتم وابیست. وابی از کجاست؟ از جای ما وابی شده. الهی توبه من. اگر نه یقین کنین در دنیا وابی پنجابی است، وابی نیست. وابی نیست ها. من ندیدم، گشتم گفتن در عربستان، رفتم عربستان پرسان کردم، گفتن این مردم وابی. گفتم شما وابی هستین؟ گفت نه. تو خیلی کی میگه شما را؟ مردم میگه. گفت ما قسم خوردم ما وابی نیستیم. گفتم این مردم شما را وابی میگه. گفت نیستیم. ما خوینم من میگم نیستم. گفت کدام عمل چی هست وابی؟ گفت ما از قرآن الله و رسول الله هم اطاعت میکنیم. هر عالمی که مطابق از این گپ دیه، چه محمد ابن عبدالوهاب باشه، چه شیخ الاسلام باشه، چه امام ابو حنیفه رحمه الله احترام داشتن امام، گفت چه امام مالک باشه، امام شافعی باشه، امام احمد، کلش قبول داره. کل علما گفت نور چشم ماست، علمای برحق باشه. ولی گفت میگیم خطا هم میکنن، خطا و اشتباهشان قبول نمیکنن. ما گفتیم همین دین است. خوب مردم هستین شما. گفت ما نمیتون هستیم، مردم ما رو وابی میگن. خب شما ولی تو این حال به طبیعت شما ما رو میگن. اگر نیم میگن مرکزش در عربستان است. ما خود در عربستان رفتم وابی پیدا نکردم. کسی پیدا کرده برای بیاره به من. ولا تلبس الحق بالباطل، صفت یهود است. خب حق و باطل گربر نکنید. همین تو علما ما زیاد داریم، حق و باطل همین تو گربر میکنن، تاویلات باطل میکنن. و تکتم الحق، پنهان نکنین حق را. یهود چی میکرد؟ حق پوت میکرد، حق بیان نمیکرد. میگفتندش مولای صاحب همین گپ همین تو راست؟ میگفت نه نیست. خوب حق می بود پنهان شد. این صفت یهود است. یکم تا میگه که اساکت عن الحق شیطان اخرس، ساکت از حق شیطان گنگ است. ولی حدیث نیست، از پیش خود جور کردم. آیت و حدیث است که من کسی که میگه از او سوال کرده شد، سئل علما، یک علمی که ضرور است، کتمه که او را پنهان میکنه. از علم پرسان میشه که الله او را بیان کردی پنهان میکنه. باز الله میگه او آدم چی میکند؟ الجمه بلجام من النار، اما قیزه آتشی در دهنش انداخته میشه. قیزه آتشی کش میشه. چرا حق پنهان کردی؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله. الله میگه لعنتی الله به تو عالمایی که حق پنهان میکنن. دیگه در این وقت اگه حق میگی نگویی در آتش میری، بگویی دیگه نمیماند. میگه چرا حق گفتی؟ حالا حق نگویم. مرا میگه تو 24 ساعت حق میگی. گفتم خیلی چی نمیشه که 12 ساعت حق 12 ساعت باطل بگویم؟ بله خب من 24 ساعت باید حق بگویم. من گفت که چوب کرد و همیشه حق میگی. گفتم خیلی چی بگویم؟ ناق بگویم. ناق بگویم. با چوب کرد میگه نه ناقم نگو. خب حقم نگویم ناقم نگویم چی بگویم؟ خب یا حق یا ناق دیگه خب چیزی نیست. با چی میگه نه ناقم نگو؟ خب ناقم نگویم. حق چطور؟ حقم میگه نگو. خیلی چی بگویم؟ گفتم نه ناق بگویم نه حق بگویم. یقین کنین که ما همین تو بحث شد. خب در یک جای همین تو بحث شد. باز آخر مرا میگه نه حق بگو نه ناق. حالا یک چیز خیلی نشان بده حقم نگویم ناقم. همین گپا خواهد دو قسمت، یا حق است یا ناحق. ایشون میگی نگو خیلی دانم بیخی بسته کنم. حالا ما عالم هستیم، عالم حق باید بگوید. و شما خو اینجا اعلان کردین که آزادی بیانی که هر چه دانت میاد بگو.
حتی کفریات شتیات هم میای بگو. حالا ما خب بیان حق میگیم، هم حق بان که بگویم یا نه؟ نه میگه نگو. این تو وقت شده. خب حق که گفتی چی میکنن؟ تاپیت میکنن، با یک گروه ارتباطت میتن. یعنی یقین کنیم که ما تحت هیچ گروه ظالم بیدین والله ارتباط نداره. هیچ گروهی که ظالم باشه، دشمن انسانیت باشه، دشمن اسلام باشه، والله نداره. ولی این مردم ما را تا که دو کتی یک آدم میچسبانن. تو از اینی گروه هستی؟ میگم نیستیم ما. نه هستی. از اینی گپایت فهمیده میشه. اگه این گپ باشه خب ما هم کلمه میخوانیم مردم ها. ما خیلی نخوانیم کلمه به خاطر که مردم میخوانه. خیلی نماز نخوانیم به خاطر که مردم میخوانه، دشمن ها. اگه این گپ باشه خیلی بخی قرآن هم میلا بتیم به خاطر بگیم مردم قرآن میخوانه. نماز هم نخوانیم به خاطر که مردم نماز میخوانه. و تکتم الحق، پنهان نکنین حق را، و انتم تعلمون، در حالی که میفهمین. او لا تکتمون چیست؟ لا تخفوا ما فی کتابک من اوصاف محمد. این تو حقی است که انکارش کردی کافر میشی. خب بعضی حق است فرق میکنه. یکم تو یک مستحب است. خیر اگر یک مستحب گفتی که یک قسم کردی توریه که در مذهب ما نیستی تو گپینی، اما اگر یک مسئله عقیدتی را انکار کردی و خطر ما یا گفتی که نیست. و انتم تعلمون، در حالی که شما میفهمین که حق است